باز کردن حساب بانکی در ترکیه. اگه میخواید توی ترکیه زندگی کنید، حتما باید یک حساب تایید شده بانکی داشته باشید. ادامه ویدیو رو با من همراه باشید که ببینیم مثلا چجوری میشه حساب بانکی باز کرد و شرایطش چجوریه. سلام، خوبین؟ من سالار مومنی هستم. خیلی خوش اومدید به پیج من. خوشحال میشم که اگه منو تا الان سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک بزنید و دکمه زنگوله رو بزنید که از ویدیوهای جدید من باخبر بشید. همین اول ویدیو بهتون بگم که خوشبختانه در حال حاضر ما ایرانی‌ها میتونیم توی ترکیه حتی به صورت توریستی و با پاسپورت هم حساب بانکی باز کنیم. حالا چه برسه به اونایی که میخوان اقامت دائم داشته باشن. ولی فقط بانک زراعت میتونه براتون حساب باز کنه که یه بانک دولتی ترکیه است. مثل بانک فرض مشابهش میشه بانک کشاورزی توی ایران، یه همچین چیزی. ولی بانک‌های دیگه نیاز به اقامت دائم دارن و با پاسپورت باز نمی‌کنن. حالا شاید بگید که بانک زراعت چون دولتی ممکنه یه سری خدماتش ضعیف باشه، یا اینکه فقط چون داره به خارجی‌ها یا بیشتر خارجی‌ها میرن توی بانک زراعت حساب باز می‌کنن، شاید بانک خوبی نباشه. اما برعکس، بانک زراعت یکی از قوی‌ترین و بزرگترین بانک‌ها توی ترکیه است که خدماتش هم اتفاقا خیلی خوبه. مخصوصا موبایل بانکش که امکاناتش تقریبا میتونم بگم یکی از بهترین اپلیکیشن ها و موبایل بانک و اینترنت بانک ها رو توی ترکیه داره. اصلا باز کردن حساب بانکی توی ترکیه چه مزیتی داره و اصلا چه لزومی داره؟ ببینید، مثل ایران و خیلی از کشورهای دیگه توی چند سال اخیر خدمات اینترنتی و آنلاین خیلی زیاد شده. پس یکی از چیزایی که لازمه که ما حتما باید حساب بانکی داشته باشیم همین خدمات اینترنتیه، مثل خرید از سایت ها، حتی سایت های خارج از ترکیه یا داخلی ترکیه، انتقال وجه، خرید یه سری از اشتراک ها. بالاخره شما میخواید پول جابجا کنید، پول اجارتون رو واریز کنید، برای کسی پول بزنید و از این خدمات. یا حتی اگه میخواید به خارج از ترکیه پول واریز کنید یا از خارج از ترکیه بهتون پول واریز کنن، حتما باید خب حساب بانکی داشته باشید 100%. و یه پستی هم که داره، اگه شما حساب بانکی داشته باشید دیگه اصلا نیاز به صرافی ندارید، چون خود بانک بخش صرافی هم داره و پولتون رو تو خود داخل همون برنامه یا اینترنت بانک اپلیکیشن موبایلش همونجا خودتون میتونید تو صرافی موبایل پولتون رو چنج کنید، مثلا دلار کنید، یورو کنید یا برعکسش، و حالا به خارج از ترکیه پول بزنید. یا اگه از خارج از ترکیه فرض از کشور اروپایی بهتون پول میزنن، تو همون موبایل بانکتون تبدیل میکنید به لیر و دوباره میاد تو حسابتون و به لیر میتونید خرج کنید و همه اینا برعکسش هم امکان پذیر هستش. یا خب اگه میخواید برید بیرون بالاخره خریدی انجام بدید، خب منطقی نیستش که مثلا شما چند هزار لیر رو همیشه بذارید تو جیبتون برید بیرون. قطعا همیشه یه حساب بانکی نیازه. فکر نکنید که مثلا خب میاد حالا قبض یه کاریش میکنیم، اجاره رو یه کاریش میکنیم. نه، یکی از کارهایی که حتما توی روزهای اولیه‌ای که وارد ترکیه میشید و اگه قصدتون که موندن هست 100% باید انجام بدید همین باز کردن حساب. مدارکی که لازمه برای افتتاح حساب چیا هستن؟ اولیش اینه که خود شخص باید حتما حضور داشته باشه توی ترکیه و از خارج از ترکیه نمیتونید شما حساب بانکی باز کنید و حضوری باید برید داخل بانک و یه سری برگه ها رو بهتون میدن که اونا رو حتما باید امضا کنید شخصا. دومیش یه شماره تلفن ترک حتما باید داشته باشید. سومی آدرس تایید شده که البته بانک زراعت خیلی روی این آدرس گیر نیست، یعنی میتونید حتی اگه دوستی آشنایی کسی رو دارید موقت میتونید آدرس اونو بدید که اونجا ثبت میشه. این به خاطر اینکه حالا یه خورده آسان‌تر میگیره بانک زراعت و کارت همون لحظه بهتون میده، کارتو بعداً پست نمیکنه. ولی بانک‌های دیگه مثل ایش بانک، واکیف و یه سری از بانک‌های دیگه که اونا هم باز میکنن، اونا حتما باید آدرس ثبت شده توی نفوس داشته باشید، یعنی حتما باید آدرستون توی نفوس ثبت شده باشه و اونجا خودشون وقتی استعلام میگیرن توی سیستم براشون میاد بالا آدرستون و ازتون میپرسه که آدرستون همینه یا ممکنه بگه آدرستون رو برام بنویس و با اون تطبیق میده. اگه اوکی بود براتون حساب باز میکنه و حتی ممکنه ازتون یه دونه از قبضایی که به نام خودتون هستن بخوان. بعضی از بانک‌ها میخوان، بعضیاشون نمیخوان. معمولا حالا قبض برق، آب یا گاز هم ممکن ازتون بخوان، ولی اگه ثبت نفوس داشته باشید دیگه اصلا قبض نیاز نیست. چهارمیش شماره مالیاتی یا همون برگه نمراسی. پنجمیش
اگه میخواید با پاسپورت باز کنید باید پاسپورت داشته باشید و اگه اقامت اینجا رو دارید کارت کیملیکتون رو باید حتما همراهتون داشته باشید اصلشو. و ششمین چیزی که ازتون میخواد بانک اینه که ازتون میپرسه شغلتون چیه. خیلی مهم نیست، میتونید هر شغلی که دوست دارید بگید، صرفا یه گزینه‌ای که اونجا خود بانک و متصدی باید پر کنه و هر چیزی شما میتونید، نمیان استعلام کنن که مثلا شما واقعا اون کار رو انجام میدید یا نه. میتونید شغل خودتون رو بگید، میتونید حالا هر شغلی که دوست دارید، اونم ازتون ولی میپرسن حتما. خب حالا چجوری میتونیم مثلا حسابمون رو باز کنیم؟ شما به دو طریق میتونید حساب بانکی باز کنید. یکیش اینه که خودتون به صورت همینجوری گردشی برید مناطق مختلف، شعبات مختلف، برید بپرسید ببینید کدوم بانک براتون حساب باز میکنه. که فعلا ما چون مد نظرمون صحبتمون روی حسابای شخصیه، حسابای تجاری کار نداریم، ما حسابای شخصی رو داریم بهتون فعلا میگیم، چون حساب تجاری روی ثبت شرکت اصلا یه داستان دیگه است. ولی یه خورده سلیقه اینجا برخورد میشه، یعنی شما ممکنه یه بانک برید براتون مثلا ممکنه 20 تا شعبه حتی برید براتون حساب باز نکنه، بگه باز نمی‌کنیم، با اینکه قانونی وجود نداره که برای خارجی‌ها حساب باز نشه. و این یه خورده بس برمیگرده به اون متصدی یا مدیریت اون شعبه که چه تصمیم میخواد بگیره، خودش حالا بالا پایین میکنه که تعداد مشتریاش چی جوریه، الان مثلا جا داره برای خارجی یا جا نداره، این دیگه برمیگرده به تصمیم اونها. اما اگه همینجوری خودتون بخواید برید شعبات بانک سر بزنید و بپرسید، همینجوری خوش خالی براتون حساب باز نمیکنن. یه جورایی قبلا میشد شاید تا 2 سال پیش مثلا از 20 تا بانک 10 تا بانک یکیش براتون بالاخره باز میکرد، مخصوصا اونایی که توی محلهای توریستی نیستن، بوم نشینن، احتمال داشت باز کنه. ولی دیگه توی 2 سال اخیر دیگه این کارو من بعید میدونم شعبه‌ای باز کرده باشه، این کارو انجام داده باشه. و شما باید یه مبلغی رو توی اون بانک، توی اون شعبه بلوکه کنید. مبلغش هم باز سلیقه‌ایه، بین 2 تا 5000 دلاره. حالا به لیرش ممکنه بالا پایین بشه، ولی معمولا 2 تا 5000 دلار رو شما باید بلوکه کنید به مدت باز بین 2 تا 6 ماه. همه اینا سلیقه‌ایه، همه اینا برمیگرده به اون چک و چونه‌ای که دارید با اون بانک می‌زنید. اینه مثلا شما فرض کنید دارید یه مغازه یه لباس خرید می‌کنید، میتونید با اون متصدی چونه بزنید، حتی اینجوری نیستش که هرچی اون بگه شما بگید اوکی. ممکنه اون بگه 6 ماه پولتون باید بخوابه، مثلا 5000 دلار، شما بهش بگید که من مثلا میتونم 4000 دلار بدم، 5 ماه بمونه، 4 ماه بمونه، بگید من اینو همین الانم میتونم، بخواید میتونم الان بلوکه کنم و برام حساب باز کنید و احتمال خیلی زیاد قبول میکنن. اونجوری نیستش که بگه الا بالله اینجوری. ببینن کسی که اوکیه و شرطشو داره باش معمولا راه میان، ولی دیگه فکر نمی‌کنم زیر 2-3 هزار دلار و زیر 2-3 ماه جایی باز کنه بدون بلوکی کردن. البته اینم که میگم بلوکه میشه نه که حسابتون کلا غیر فعال باشه. مثلا شما اگه 2000 دلار تو حسابتون بلوکه میشه، حسابتون فعاله و کار میکنه از همون روزی که افتتاح میشه حسابتون. ولی اون مبلغی که مثلا اگه شما 2000 دلارشو بلوکه کنید، میتونید 3000 دلار تو حسابتون بریزید، 1000 دلارشو میتونید خرج کنید، ولی اون مبلغو شاید تو موجودیتون هم حتی نشون بده، ولی میزنه که قابل برداشت نیست تا این تاریخ. یه تاریخی هم براتون میزنه توی اپلیکیشن، میگه که این مبلغ رو شما دارید توی حسابتون، اما تا این تاریخ نمیتونید برداشت کنید و اصلا هر کاری کنید اجازه انتقال پول نمیده بهتون. حالت دوم اینه که یه سری از افراد هستن اینجا که در قبال مبلغی پول براتون حساب بانک میکنن. حالا اونجا روابطی دارن، آشنایی دارن، قرشی دارن، بنا به هر دلیلی میتونن با یه مبلغ جزئی بدون اینکه پولتون بلوکه بشه براتون حساب باز کنن. معمولا این مبلغ در حال حاضر بین 1000 تا 2000 لیره، ممکنه حالا یکم کم و زیاد باشه، حدودی اینه که بهتون میگم، ولی تو همین مبلغ هست و میتونید این کارم به جای اینکه بخواید مثلا یه مبلغ زیادی رو چند ماه بلوکه کنید، یه پولی به این دوستان بدید و براتون انجام بدن. البته باید خیلی مراقب باشید که اون کسی که انجام میده این کارو حتما واقعا این کارو بلد باشه، وارد باشه، اینجوری نباشه که همینجوری هر کی میرسه بگه من حساب باز میکنم براتون رو بهش اعتماد کنید، بهش پول بدید، حتما باهاش برید خودتون حضوری همونجا بعد از انجام کار بهش پولو بدید. حتما این حواستون باشه، جلوتر سعی کنید پول ندید. و معمولا حالا اینه که کارشون درسته،
پول باز کردن حساب آخر سال بعد اینکه حسابتون باز شد ازتون میگیره. روند انجام اداریش هم خیلی زمان نمیبره، یعنی اگه ساعت همون اول صبح ساعت 9 صبح حضور داشته باشید و مشتری زیاد نباشه، خلوت باشه شعبه، فکر میکنم توی 1 رو 20 دقیقه کلا کارتون تموم بشه، اگه میگم شلوغ نباشه خلوت باشه. ولی حالا شما مثلا نیم ساعت تا 2-3 ساعت رو تقریبا برای این کار در نظر بگیرید. خب حالا همه اینایی که گفتیم بهتون، چه بانکایی اصلا برای خارجی حساب باز میکنن؟ همونجور که اول ویدیو هم بهتون گفتم، بانک زراعت یا زراعت بانک یکی از بهترین بانک‌ها توی ترکیه است که کارتش هم می‌بینید همینجوری قرمز رنگه و تقریبا همه ایرانی‌ها توی این بانک حساب دارن و باش کار میکنن و یکی از محبوب ترین بانک‌ها توی ترکیه هم هست. بانک بعدی که برای خارجی حساب باز میکنه ایش بانکه. ایش بانک هم یکی از بانک‌های خیلی خوبه که حتی خیلی‌ها حسابای تجاریشون رو اونجا باز میکنن، چون امکاناتی که برای حسابای تجاری میده روی ثبت شرکت‌ها یه خورده شاید از بانک‌های دیگه بهتر باشه و تعداد شعب و ATM‌هاش هم نسبتاً خوبه. بانک بعدی هم که باز برای خارجی‌ها و کلاً ما ایرانی‌ها حساب باز میکنه واکیف بانکه که یه لوگو زرد رنگی تقریباً داره. اونم بانک بدی نیست، بانک خوبیه، ولی به نظر من اول زراعت، بعد ایش بانک، بعد واکیف. یه بانک دیگه هم باز هست که مربوط به اداره پست ترکیه است، PTT بانک که شما PTT کارتشو در اصل میگیرید. اونم بد نیست ولی خیلی آنچنان چیز خاصی نداره، امکانات زیادی به شما نمیده، یه خورده محدوده. مثلا اینترنت بانکش خیلی ضعیفتر از موارد قبلیه. اینم بگم که فقط زراعت بانک با پاسپورت یا فقط کارت اقامت براتون حساب باز میکنه. اون بقیه که اسم بردم مثل ایش بانک، واکیف و PTT حتما باید آدرستون ثبت نفوس شده باشه و اگه ثبت نفوس نشده باشه تو اونا نمیتونید اصلا حساب باز کنید. حسابایی هم که برای شما باز میشه به صورت واده‌سیزه، یعنی حسابایی که بهش سود تعلق نمیگیره، هر چقدر سپرده بذارید همونقدر میتونید برداشت کنید. ولی شما میتونید درخواست بدید اول که براتون حساب باز میشه واده‌سیزه، میتونید بعداً به بانک درخواست بدید، بگید که من حساب وادلی میخوام که بهش سود تعلق بگیره و بر حسب اون چیزی که اون بانک اون شعبه بهتون پیشنهاد میده میتونید سپرده بذارید که بهتون سود تعلق بگیره. من یه شورت ویدیو براش درست کردم، میتونید توی کانال ببینید اونو که یه توضیح مختصر دادم. ولی اگه خیلی بخوام خلاصه بهتون بگم، سود بانکی در حال حاضر امسال هلوش 14-15% در ساله. این بستگی داره که شما چند وقته میخواید حسابتون رو سپرده کنید. خوبیش اینه که از بین 1 تا 365 روز خودتون میتونید انتخاب کنید که چه مدت باشه اون دوره‌ای که میخواید سپرده کنید که سود بهش تعلق بگیره. یه سایتی هم هست به اسم enoigun.com، من لینکشو میذارم براتون اینجا. میتونید از این لینک هم برید ببینید که چه بانکایی بهتون چه سودی رو میدن، با چه شرایطی و چه درصدی. از لحاظ کارتایی هم که دریافت میکنید همشون دبیت کارت هستن، هیچ کدومشون کردیت کارت نیستن. فرقش اینه که دبیت کارت همون پولی که شما میذارید توی بانک، مثل کارتایی که حسابایی که توی ایران هست و از اون خرج میکنید. کردیت کارت اسمش روشه، یعنی به شما یک کردیتی میده، یه اعتباری میده که اون خودش یه ویدیو جدا باید براش درست کنم. اگه بخوام تو این ویدیو بگم خیلی طولانی میشه. ولی مثلا شما فرض کنید 12، این که میگم مثال، باز بستگی داره به اون شعبه و بانک و شرایطش. شما مثلا 12,000 لیر میذارید، یه حساب دیگه اولا باید اصلا باز شه، یعنی کارتش فرق میکنه، هم شماره حساب، شماره کارت، همه چیش فرق میکنه. مثلا شما 12,000 لیر داخل اون حسابتون واریز میکنید، از اون 12,000 تا به شما 10,000 تاشو به خودتون کردیت میده و شما کارت میکشید، یعنی تا 10,000 تا اعتبار دارید، یه جوری پول خودتون رو داره به خودتون میده. و این یه خورده قوانینش با کشورهای اروپایی و آمریکایی فرق میکنه و یکم ضعیف‌تره. ولی خوبیش اینه که رفته رفته اگه با همین حساب کردیتتون کار کنید، به مرور این صفحه زیاد میشه. یعنی شما اگه کار کنید سر ماه دوباره اون مبلغو هر چقدر خرج کنید، بعد به اون دوباره سر تا آخر ماه برگردونید تو حساب و دوباره اون 12 تاتون پر بشه یا اون 10 تاتون پر بشه.
ولی اگه همجوری به مرور کار کنید این اعتبار شما هی میره بالا، ممکنه مثلا به 100,000 لیر برسه. یعنی شما 100,000 لیر اعتبار دارید توی بانک. یا اصلا یه سری سایت ها ممکنه که فقط از شما کردیت کارت قبول کنن برای خرید، یا مثلا اگه اینجا شما اگه بخواید از مؤسسات اجاره خودرو، رنت ماشین اجاره کنید، اگه شرکت ترک باشه یا یه سری از این شرکت مشابه، دبیت کارت متاسفانه قبول نمیکنن. اگه بانک زراعت حساب باز میکنید کارتتون این شکلیه و عین همون کارت ایران اینجوری به این صورت کشیدنیه مدلش، ولی میتونید یعنی به صورت تماس فیزیکیه، ولی میتونید درخواست بدید که من حساب کارت تماسسیز میخوام، یعنی بدون تماس میخوام. این کارت ها همون لحظه براتون صادر میشه ولی اسمی روش نیست، یعنی اسمتون روی کارت ثبت نمیشه، چون کارت آماده است، فقط وصل میشه به حسابتون و نیاز به چاپ نداره. ولی اگه بخواید درخواست میدید یه کارت دیگه به حسابتون به آدرسی که دارید ارسال میشه. اما باقی بانک ها اصلا کلا همون لحظه براتون صادر نمیکنن، اسمتون روی کارت درج میشه و اگه دقت کنید یه چیپی هم اینجا روی کارت هست. خوبیش اینه که شما این به صورت تماسسیزه، یعنی بدون تماس، شما فقط اینجوری میذارید روی دستگاه پوز و از حسابتون کم میشه، که حالا اونم یه لیمیت روزانه‌ای داره، اینجوری نیستش که هر چقدر خواستید اگه گم بشه مشکلی براش پیش بیاد. باز اونم توی یه ویدیو دیگه من راجع به کارت‌های بانکی توی ترکیه توضیح میدم، اینجا باز نمیگنجه بخوام کامل ریز شم توی این قضیه. فقط در همین حد بدونید که دو مدل داریم، یه مدل معمولی و یه مدل تماسسیز برای خرج کردنش. و خوبیش هم اینه که تمام بانک‌های داخل ترکیه از سیستم ویزا کارت یا مسترکارت پشتیبانی میکنن. یعنی هر کارتی شما بگید، الان مثلا ببینید کارت زراعت من ویزا کارته، ممکنه بعضی از این کارت زراعت که من دیدم حتی فرق میکنه مسترکارت باشه. این دیگه برمیگرده با اون سیستمی که اون قراردادی که با این شرکت‌ها دارن. خوبیش اینه که شما از هر جای دنیا، چون میدونید که مسترکارت و ویزا کارت بین المللی هستن، البته به جز ایران، میتونید شما از هر جای خرید کنید، پول واریز کنید، پول براتون بیاد و کلا ارتباطتون با دنیای خارج از کشور قطع نمیشه از لحاظ مالی. در حال حاضرم که الان دارم براتون این ویدیو رو ضبط میکنم در سال 2023 متاسفانه امکان باز کردن حساب دلاری برای خارجی ها رو جلوشو گرفتن. متاسفانه قبلا میشد باز کرد از خود بانک، حالا میتونید جایگزینش یورویی باز کنید یا پوندی باز کنید، ولی دلاری رو فعلا جلوشو گرفتن. هم میتونید موقع باز کردن حساب به خود اون متصدی بگید که براتون باز کنه، اگرم باز نکرد هیچ مشکلی نداره، شما از طریق اپلیکیشن موبایل بانکتون خیلی راحت میتونید همونجا حسابای ارز خارجیتون هم باز کنید. حالا صرفا فقط دلار و یورو نیست، حالا هر چیزی که اون داخل اپلیکیشن داره میتونید حسابای یورو، دلار، پوند و بقیه هم باز کنید، که البته میگم در حال حاضر فعلا برای خارجی‌ها دلار باز نمیشه. یه چند تا نکته خیلی مهم من بهتون بگم که خیلی به درد میخوره برای باز کردن حساب. یکی این که همون روز اول که حسابتون رو باز کردید سعی کنید یه مقداری نقد پیشتون باشه، مثلا بین 5 تا 10,000 20,000 لیر حداقل پیشتون باشه. خیلی مهمه که اون اولی که حساب باز میکنید یه هرچی بیشتر اونجا واریز کنید به نفعتونه، توی گردش مالی و توی اگه بعداً بخواید کردیت کارت درخواست بدید یا حالا بنا به هر دلایلی چیزی که مربوط به امور بانکیه، هرچی اولش روی روز اول افتتاح حساب پول بیشتری تو حسابتون باشه، بعدها اگه بخوان گردش حساب بگیرن مجری روز اولتون رو خود بانک نگاه کنه خیلی به نفعتونه. نکته دوم، این حسابایی که باز میشه تمام من گفتم حسابای شخصی هستند، حسابای تجاری نیستن. پس اصلاً به هیچ عنوان با حسابای شخصیتون سعی نکنید که یه بیزینسی انجام بدید، باش کار کنید، پول زیادی بیاد ورود کنه خارج بشه. نمونه خیلی بارزش اینجا جلو تو الان نشسته. من خودم یه مدت با حساب زراعتم پول زیاد می اومد میرفت، بالاخره این مبلغای تقریبا قابل توجهی وارد حسابم میشد، بعد حالا من خرج میکردم یا حالا چیزای دیگه. این باعث شد که تقریبا بعد از 1 سال هلوهوش
حساب من محدود بشه، بلوکه نشد، مسدود نشد، محدود شد. یعنی اینترنت بانک و موبایل بانک هم دیگه کلا کار نمیکنه. و وقتی هم که به شعبه مراجعه کردم که ببینم دلیلش چیه، به من گفتن که از بانک مرکزی ترکیه تشخیص دادن که شما حالا یا با حسابتون کار کردید یا به یه حساب شاید چند بار واریز کرده باشید. تعداد دفعاتی که به یه حساب تکراری واریز شده یا مبلغش زیاد بوده، زیاد اتفاق افتاده و کاریش هم نمیشه کرد. خود بانک هم گفت دست ما نیستش که بخوایم کاری کنیم. اینو بانک مرکزی خودش اتوماتیک میبنده، حسابا رو چک میکنن، همه حسابا کامل چک میشه، هم به رندوم هم بر اساس مبلغ، همه جوره. یعنی بات داره، ربات داره، میاد اونا حساباتون رو چک میکنه. حتما به هیچ عنوان باز دارم بهتون میگم، چون اگه این اتفاق بیفته حسابتون کار میکنه، نه که حساب بلوکشه، مسدود شه. اگه مشکوک باشه، خیلی رقمای عجیب غریب باشه یا به حسابای عجیب غریب یا حسابای که تو لیست سیاه هستن واریز کنید که اصلا بلوکه میشه پولتون. ولی اگه باش کار کنید یا مبالغ زیادی بیاد و خارج بشه، حسابتون محدود میشه. میتونید خرید کنید، پول بذارید، برداشت کنید، ولی حتما باید مراجعه حضوری به بانک، شعار به بانک یا ATM داشته باشید. یه نکته جالبم اینجا بخوام بهتون بگم، شما برداشت پول از حسابتون از ATM ها، اینو شاید خیلی ندونن، خیلی فرق میکنه. مثلا اگه شما بانک زراعت حساب دارید، حتما برید از ATM بانک زراعت پول اگه میخواید نقدی دریافت کنید بگیرید. مثل ایران نیست شما مثلا توی شبکه نمیدونم الان اسمش الان حضور ذهن ندارم، تو اون باشه، اینجوری نیستش که شما از کارتتون هر آبربانکی بتونید پول برداشت کنید. البته سقفش فعلا روزانه 5000 لیره 5000 لیره میتونید برداشت کنید. بیشترم ممکنه بعضی بانک‌ها میذارن برداشت کنید، ولی بیشتر 5000 لیره با کارمزد ازتون کارمزد زیادی کم میکنه. مثلا من اگه بخوام از بانک زراعت برم از ATM ایش بانک پول بردارم، حسابم مال زراعت باشه، کارمزد زیادی ازم میگیره. یعنی ممکنه بستگی به اون مبلغی داره که برداشت کنم، ممکنه 30 تا 50 لیره ازم کارمزد بگیره، بستگی داره به اون بانکش. اینم خیلی حواستون باشه که سعی کنید اگه بیرون رفتید خواستید پول برداشت، نقدی برداشت کنید، حتما از ATM بانک خودتون باشه. حالا شعبهش مهم نیست، ولی حتما اگه زراعت از زراعت، ایش بانک دارید از ایش بانک. بعضی از بانک ها این وسط هستن که با هم تبادل دارن، ممکن هم هست این وسط ازتون کارمزد کم نکنن، ولی معمولا این کار انجام میدن. خب این ویدیو هم به اتمام رسید. خیلی ممنون که این ویدیو تا آخر نگاه کردید. تا همینجاش که نگاه کردید یعنی منو خیلی ساپورت کردید، حمایت کردید و خیلی ازتون سپاسگزارم. ویدیوهای بعدی رو حتما ببینید. درست میکنم راجع به این قضیه بانک و کارت بانکی و اینجور چیزا چند تا ویدیو هستش که حتما باید همه رو درست کنم، منتها تو یه ویدیو جا نمیشه. حتما منو سابسکرایب کنید، لایک کنید ویدیو رو و علامت زنگوله رو هم بزنید بی زحمت که از ویدیوهای جدید من با خبر بشید. به امید دیدار.